اگر سرنوشتی ملت تاجیک تقدیر تاریخی این ملت رو بسیار دقیق نگاه کنیم، خود همین که امروز ما صاحب دولت همه جشن است، خود همین که ما از اون آتش تاریخ برآمده دوباره صاحب منبر، صاحب پیام، صاحب دولت، صاحب سخن، صاحب آواز هستیم، همین خودش جشن است. و این ملت برای همین روز، برای به همین روز رسیدن 100 ساله ها انتظار بوده است، 100 ساله ها قربانی داده است، 100 ساله ها شهید داده است. چرا ما هر باری که جمع میشویم درباره دولت، وطن، وحدت، استقلال، پرچم، پیام صحبت میکنیم، بگیم این جشن است؟ وقتی که بعد همین قدر سالهای بدبختی ما امروز همین کشور را داریم و همین روز رسیدیم، بی‌یگان شبهه امروز برای ما یک جشن، یک خرسندی است. و دوم اینکه بعد از استقلال باز فاجعه ملی سر شد که نزدیک بودی دولت از دست رفت. دوباره ما توانستیم دولت خود را صاحبی کنیم، توانستیم این دولت را از دهانی اژدهای تاریخ کشیده گرفتیم. بنابراین دوباره نجات دادن دولت این خودش یک جشن است. وقتی بگیم تاجیکان صاحب دولت، صاحب کنستیتوسیه، صاحب استقلال، صاحب پرزیدنت، پرچم، نشان خود، صاحب حقوق پیام دادن به جهانیان، این برای ما یک جشن است. بله، ما امروز در یک مرحله گذار کمبودی های زیاد داریم، کمبودی های مشکل های اجتماعی داریم، مشکل های اقتصادی داریم، مشکل های تشکل حقوق و معرفت سیاسی داریم. نمی که امسال سال معرفت حقوقی اعلان شده است، یعنی که معرفت حقوقی هنوز کافی نیست. چقدر ذکر کمبودی ها و ضرورت و تأکید اصلاحات ها بود، ولی ما میگیم که بله کمبودی ها هست، ولی دولت هست. کمبودی ها هست ولی اینجا فلسطین نیست، کمبودی ها هست ولی اینجا اوکراین نیست، کمبودی ها هست ولی اینجا سوریه و عراق و لیبیا نیست، کمبودی ها هست ولی اینجا افغانستان نیست. بنابراین من میگم که این ملت حقوق دارد که جشن گیرد، خرسندی کند، شکر کند، خرسک زند، از جوش خیزد و خرسندی کند. بعضی ارزش‌های وجود دارند مثل دولت، ملت، وطن، استقلال، پرچم، کنستیتوسیه، پرزیدنت، پیام که ناوابسته از منفعت شخصی، موقع شخصی، موقع گروهی، منفعت سیاسی ما بالاتر و همیشه مقدس و دخل ناپذیر میمونند. بنابراین اگر ما همین نکته را درک کنیم که شرایط خوب است، وطن خوب و بد نمیشه، دولت خوب و بد نمیشه. اگر مثل حالت دریابیم که چیزی بالاتر از منفعت‌های شخصی هست با نام وطن، چیزی بالاتر از منفعت‌های گروهی هست با نام ملت، چیزی بالاتر از منفعت‌های سیاسی و شخصی است با نام دولت. اگر به همین نکته رسیم، بعد ما صاحب دولت، صاحب وطن، صاحب ملت میشه.